بیننده‌های عزیز سلام، وقت شما بخیر. بیشتر وقت شما نمیگیرم. از برنامه نمک و فلفل به خدمت شمانیم. سوژی امرو ما در رابطه به می کلاوردارای به همه برادرها بر نخوره، همه مردم کلاوردار نیم، بعضی انسان کلاوردارم. سعی کنین کلاورداری کار خوبی. یک نفر بیامد بیننده عزیز از لالا میپرسین سعی کنین کار خوبه یا کار گنده. السلام، ببخشید برادرم. السلام علیکم. مونده نباشید، برای یک دقیقه اجازه بدین به وقت ما. برادر جان ببخشید، داستان و سوژی امرو ما در رابطه به کلاورداریه. به نظر شما کلاورداری کار خوبیه؟ نه، چی خوبی داره برار؟ خوبه کردم. شیر مادر شما برادر. آفرین به زین مرد، واقعا خوب جوان برابریم. برار جو، آره تو مثلا رفیق می. اگه بیام ما کلا تو بردار کار خوبی میکنم تو. نه برادر، کار خوبی نیه. آفرین به شما که واقعا میفهمه. برادر جان، شما به می عمر خوب شده باشه که از کسی کلا ورداشته باشین؟ نه برار، خوبه کردم. اول که ما به تو بگفتم کار خوبی نیست، گوشات هم نمیشنوه. برار خوبه کردم. ما کلا ور نداشتم. ما خو سوربری خو 1.5 سال میشه پول قرض کردم. دیگه نداشتم که بودم. هم هر دم به ما زنگ میزنه که این پولا ما چه کار شو. گفتم بابا ما کو نجستم، هر دم به دستم بیا پولا تور میدم. بیننده عزیز یعنی چی؟ ما کلا ور نداشتم، اخو سوربری خو پول قرض کردم. چند قرض کردی؟ 1.5 لک برو. خب چند وقت میشه؟ 1-2 سال میشه. نه او پس اسکت ورداریه، کلا ورداری کو کلا به تا سر اسکت هم کیف دادم. برار ما قرض کردم. ببخشید برو، اونا دیگه خیرات میستونن. برو گپ ما نمیرسی. برو. نمیفهمم چی میگم. من میگم کلا ورداری با میگه که نیم لگه خسور بری خو قرض کردم. خب همینه دیگه. کلا خسور بری خور وردیشی دیگه باشه. همراه ما باشیم. بیننده‌های عزیز، بازم در کنار یک جوانی هستیم. حیات مبارک که بزو بگم خور معرفی کو. این لالا خور معرفی میکنم. لالا خور معرفی کنیم. به کی؟ به من. شیرگلم برار عزیز احمد. آفرین لالا شیرگل برار عزیز احمد. برار سوژی امرو در رابطه به کلاورداریه. بعضا برادرها کلاور میدارم، به زندگی پول مردم نمیرسونم، نمیدم، به حساب هند خوردنم. به نظر شما کار خوبیه؟ نه برار، خوب کاری نیه. مگه چیزی که به خود نمیپسندی به دیگران هم نپسند. نگفتم. همین که خوش نداری که داری پیتر کسی بخوره یا کلا تور داره، همین طرف هم خوش نداره که تو داری پیور بخوری. واقعا راست میگم. بیننده‌های عزیز، به لالا کو بهکل نمیخوره که اینا کلاوردار خدای نکرده باشم یا کلا کسی. درسته؟ کلا کسی وردارم. درسته؟ برار ایتا چی رقم به شما بگم؟ شما تا حال کسی کلا خود شما ورداشته؟ نه. آفرین. شما کلا کسی رو ورداشتین؟ مثلا اختلاط شوخیه. نه برار، من که بگفتم من کلاورداری خوش ندارم برار. پول قرض میکنیم برار. قرض به هر جا هسته، بفهمیدی؟ قرض؟ بله ها. خب از کی قرض کردیم؟ بدادیم پولا اینا؟ حقا میخیشا قرض کردم. نه برار، هنو که دیری نشده برار من. چند قرض کردیم؟ من تقریبا 1,80,000 قرض کردم برار. 1-2 سال میشه، بفهمیدین؟ دیگه پولا همه میته برا گم شده، همه تیتا پر شد، خورده شد، لالا همه برا ورد کار خوره. انا پول هم فعلا ایت پول بومده به دست مشت ما نامده که تا حالی بودم. باور که برار پولار 2 ماه استونده، من تقریبا 2 سال میشه. هر چی زنگ میزنه میگم چیزی نیه دیگه برار. وقتی چیزی نباشه چه کار کنم؟ خب پس این آدم هم هموت میگه دیگه. یعنی شما قرض میکنیم، کلاورداری نمیکنیم ها؟ حالا کلاورداری اینه که من پولا رو از تو بستونم میته بگم نمیدم پولا تو خلاص. خب پولا 1,80,000 کی میدیم خیر؟ خب میگم 2 سال هنو تیر شده برار من. وقتی تیر نشده کو. تو فکر میکنی امی 1,80,000 روپیه بمی 2 سال و 3 سال اینا پیدا میشه که با ما بودم؟ نه خب من کی گفتم یعنی بم 1,80,000 بگرم بدیم دیگه. سال 1 پولا رو میته بیکار بودم، همه خرج خونه شدی، بر شد، میله شد، دگه شد. لالا ببخشید مراد یک دقیقه گپ فضیلا رو نفهمیدم، نتیجه نگرفت. بس که مراد یک دقیقه صبر کنید. ببخشید برادر گلم، السلام علیکم. مونده نباشین برادر. سلام علیکم لالا. ببخشید برادر، من از این برادر سوالات کردم نفهمیدم، دیگه رقم گفتم. سوژی امرو ما تلویزیون سوژی امرو ما در رابطه به کلاورداری بعض آدما خوش دارم، اصلا علاقه نه، اصلا مسلک اینایه که یک سره به طول عمر خو کلاورداری کنم. 100 سال خدا اگه بزنم عمر بده، نیتی نست عمر خود کلاورداری کنم. به نظر شما کلاورداری کار خوبیه یا کار بده؟
خب اسم خورم بگو آه من. ببخشین برادر، اسم شما یاد ما برم. خب اسم ما که هست جبار بخور. مر میبینی بله طالب همی طول زندگی ما کار نکردم، بله بفهمیدی؟ و یکی هم که من بعد میآید از کلاورداری، بعد میآید کسی که روبرو ما دروغ بگه، کسی که حرام بخوره. من ذاتا از این کار اساسیت دارم. بله به می سند سال خو بله. پول از هر کس بستوندم، از دکندار قصدار هستم، از پول پیشکش خو قصدار هستم، از پول سرا خریدم بری خو قصدار هستم، از زمینی که بری خو خریدم قصدار هستم. اما از طریق همی تلویزیون شما بری نو میگم که هر روز که به دست ما آدم پول آمد ما پولا شمار میدم. بخشش باشه برادر، یک نفر دیگه بمونه که یک شخص دیگه بمونه که شما از یو هم بستونده باشیم. نستوندیم از او. اسم بگو. میا تجو. همین هفته پیشتر رفتم به شهر مرگ می خریدم، آوردم تا همونام رم نکردم، از گوشت از اینو استفاده کردم. زنده باشیم بیننده های عزیز. یعنی من حرام خور و کلاوردار نه، نیم. نه، نه، معلومه. یک وقتی نشه از این برنامه خور مر جلوه بدیم یا تصویر من نشون که آدم حرام نه خوره. نه نه، شما اصلا کلاوردار هم نیم. بیننده های عزیز بریم به دیگه جا برنگم کنیم، برات گپ نگردیم. داستان کشوال داره. آب خیلی برای کاکا جو. بیننده های عزیز بازم خوش آمدیم. برادر باور کنیم نیه به بعض برادرها بر نخوره. ما چون چی رقم از هم بپرسیدم میگه ایت از هم بپرسیدم میگه میت ایلالا میگه ما چون ما از کی بستوندم اتمه یا تاجیو قرض داره. میگه من هر وقت دشتم میدم. یک برادر بیامد از این پرسان کنه خسته کنه. لالا جان ببخشیم برادر، یک دقیقه اینجا میشه بیایم بشینیم؟ بله. مونده نباشیم برادر. سلامت باشیم برادر جان. سوژی امروز در رابطه به می آدما کلاورداره. بعضا خیلی علاقمندم که کلاور دارم، بفهمیدیم پول مردم قرض کنم، به قرض بستونم، اصلا به 30 سال ندم، به عند خوردن باشم. به نظر شما کلاورداری کار خوبیه؟ نه کجا کار خوبیه؟ آفرین. نه بزی لالا کن نمیخوره که اگه ما بگم و نگم که آدم کلاورداره باشه. برادر شما تا حال کلاوردش نیم؟ نه لالا کلاوردی بعد نمیآید. شیر مادر شما. آفرین خدا کنه که گپ شما آخر با مثل از اونا نشه. خب تا حال کسی بو شده باشه کلا شما رو برداشته باشه؟ بله. آره مایم برون برات پولا خو. برات کلا شما رو برداشتن؟ نه چنده برا؟ 22,000. 22,000. بله. خب چند وقت میشه؟ 3 ماه بیشتر میشه. از 3 ماه بازم بارک الله شما که 3 ماه میشه. یعنی پاک کلاشون به مثل این سال شما برا پول نقد دادین برای یا چیز میزی دادین؟ 2 تا گوسفند دادی. 2 تا گوسفند؟ بله. بابا ایلا پولا گوسفندا شما ندادن؟ نه. خب شما برا چی گفتنی دارین به بعض آدما؟ دیگه لالا قسم خوردم پیار ما یک لنگه تاشو مستاد نشه بزی پاری پی بغرز نمیدو. یاره شیر مادر شما از زوری مسلمان رو به عذاب کردم. به مثل چند روزه بستون نبید برار؟ 2 روزه. میبینیم خب کار خوبه نمیکنم. خب تشکر از شما برار گلمه. بخیر باشیم لالا. زنده باشیم برار. بریم بلکن پولا شما رو بدم. بلکن. بخیر باشیم. بیننده های عزیز کار خوبی نیه، حق مردم نه خورده گفته میشه دیگه. شما که کلاورداری کنین دیگه بفهمین انگار کنین پولا بخوردین. خب خیر باشه. بعضا دوستایی که اگه مثال میگم این برنامه رو دیدیم ناراحت نشیم، داستانی بود بالاخره به بعضا برادرها بر نخوره، خیر بینیم ببخشیم. تا به هفته بعد شما رو به الله پاک نازنین میسپاریم. وقت زیبای شما بخیر باش.